که باشه وقتی که خیر سخاوت میکنه فرزندش او را بگیم عذابش کم میشوه. مثلا که بسیار خیر سخاوت میکنه او بگیم چیش عملهاش توضیح شدن میگیرن. که مثال در قصه ها را میگه در بر الوالدین حدیث الله اعلم و چه اندازه صحیح و ضعیف میگه فرزند میتونه پدر آق کنه در حالتی که مثلا وقتی در قبرستان و فرزند به اعمالی غیر دین یعنی اجرا کیسته، یعنی عملهای زنا میکنه، عرق می‌نوشه و دیگه و پدر به خاطر عملهای فرزندش که عملهای خوب نیستن و قبرستان عذابش میدن. این فرزند یعنی تربیت خوب کردگی نیست. اگر که مثلا وقتی که تربیت خوب کردگی نیست و عذاب میدن یعنی از فرزند ناراضی میشه، یعنی در همون حالت هم فرزند میتونه که عاقل پدر شود. وقتی که عاقل پدر کشید داخل جنت نمیشه. برای اون که رضا الله فی رضا الوالدین، رضای پدر مادر در رضای الله و غضب الله در غضب پدر مادر است. اون خاطر مقصد که الله سبحانه و تعالی میگه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، حتی میگه برای پدر مادر خود اف نگین و قل لهما قولا کریما، برای اونها یعنی سخنرانی خوب بگین، اوف نگین. و حتی علومه که هر شخصی که اوف بگه برای پدر مادر عاق میشه. در حالتی که مثال پدر میگه برای اون چیزا بیار تو نمیره نمیاریش، که میگه ای بی فرشیدم، در این حالت میگن عاق میشه انسان. و اون خاطر باید مثال رعایت کنن احترام پدر مادر. حتی علی رضی الله عنه میگه که مادرم وقتی که در داخل خانه بود و بالای خانه نمیرفتم که یعنی نوع احترامی میشه نسبت مادر. حتی میگه در ظرف اگر که طعام میخوردیم میگه به همراهشون نمیخوردم که خدا نکنه که کدام لقمه را که او اختیار کرده باشه ما او را بگیرم بخورم، در این حالت من یعنی عاق مادر میشم. دو چه اندازه مثال اهل اصحاب با احترام بدن نسبت پدر مادر. و اون خاطر مثلا بعد از مرگ هر یک پدر مادر فرزندهای صالح او در حق اونها خیرات سخاوت بکنن و با دعا باشن همیشه. ان الله که حضرت فرزندهای صالح دارن. بله او داشت خطا نویستگی هم ببین شبا ده هم در فامیلیه ده همش خطا